همتون این موجود رو میشناسید که اسمش کریپره. قراره که کلش نه خودشو، قراره که با هر لایک یه دونه TNT بذارم و با هر سابسکرایب و با هر سابسکرایب 5 تا TNT دورش بذارم. پس این چالش هم فقط تا 30 روز ادامه داره و قراره که کریپر رو به رنج بکشونیم و بذارید از همین الان کریپر جانمون رو احضار کنم. فعلا بچه دورش رو با سنگ میپوشونیم که موقع چالش 30 روزه دورش رو با TNT بپوشونیم. حالا اگر ببینم چقدر سابسکرایبر میگیریم و چقدر لایک میگیره